در شهر نورک مسابقه کشود ورزشی اوید با فوتبال خرد برای دریافت جام فرمول 55 به انجام رسید. این مسابقه بیش از 15 روز ادامه کرد و 8 دسته فوتبال را از کوچه و محله ها و کارخانه و مؤسسه های شهر به هم آورد. در نهایت بهترین ها معین گردیده با جام، مدال و تحفه های پولی قدردانی کرده شدند. در برابر دیگر منطقه‌های کشور در شهر نورک نیز مسابقه فوتبال برای دریافت جام شرکت فرمول 55 برگزار گردید. این مسابقه با اشتراک 8 دسته دوام 2 هفته ادامه کرده نهایت بهترین ها معین گشتند. پس از انجام بازی های گروهی 4 دسته بهترین در دور نیم نهایی بین هم رقابت نموده. تیم های فوتبالی که مهارت و هنر خوبتر داشتند برای زینه های افتخاری مبارزه را ادامه دادند. همین گونه نخست بازی برای جای سوم برگزار شد که دسته فوتبال پل سنگین بر مقابل دسته رحیم کریم وقتی اساسی و خوری غالب را معین کرده نتوانست، زیرا هر دو دسته برابر هنرنمایی کرده کسی از دیگر برتری کامل نداشت. نهایتاً برای معین کردن غالب سلسله ضربه های 11 متره تعیین کرده شد که بازیگران دسته پل سنگین نظر به رقیب خود بهتر این کار را انجام داده نهایتاً زینه سوم افتخاری را اشغال کردند. یادآور میشیم که برای برآمدن به فینال دسته های پل سنگین و رحیم کریم از فینالیستان مسابقه دسته های الکترون و چارتوت شکست خورده بودند. همکنون نوبت به 2 دسته بهترین مسابقه الکترون و چارتوت رسید که آنها برای به دست آوردن زینه اول مبارزه بردند. یادآور میشیم که الکترون در سال گذشته نیز در فینال این مسابقه هنرنمایی کرده غالب شده بود. همکنون بازیگران این دسته را ضرور بود که برای حمایت عنوان قهرمانی و نگاه داشتن جام شرکت فرمول 55 در دسته خود بر تیم چارتوت غلبه کنند. بازی نهایی جالب و دیدنی صورت گرفته برای تماشای رقابت الکترون و چارتوت مخلصان زیاد در گرد ورزشگاه جمع شده بودند. هر دو دسته مهارت بلند نشان دادند، اما محض الکترون در رقابت تقدیرساز با حساب 2-1 غلبه کرده جام مسابقه فرمول 55 را در شهر نورک به کسی نداد. پس از انجام بازی دسته ها مراسم سپردن جایزه ها نیز صورت گرفت که در آن نخست به بهترین بازیگران مسابقه تحفه های خاطروی تقدیم کرده شد. بهترین دروازه‌بان سعیدزاده محمد انتخاب شد. بهترین حمله‌گر باشد حسنزاده یوسف گردید. حمله‌گر بهترین یتیموف مبارز اعلام گردید. عنوان بهترین بازیگر جام فرمول 55 در شهر نورک به بازیگر دسته الکترون قلندرов امید داده شد. همین گونه پس از معین نمودن بهترین ها نوبت به دسته های غالب رسید که به دسته پل سنگین مدال افتخارنامه و مبلغ در حجم 3555 سومانی تقدیم کرده شد. با دسته چارتوت باشد 4555 سومانی و دیگر مکافات ها انعام شد. همین گونه به هیئت دسته الکترون مدال و افتخارنامه و همزمان مبلغ در حجم 5555 سومانی تقدیم کرده شد. در برابر این باز جام مسابقه فرمول 55 در شهر نورک برای 1 سال دیگر در دسته الکترون باقی ماند. یادآور میشیم که شرکت فرمول 55 بخشیده به سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهرهای نورک، باختر، ترسونزاده، کولاب و خوجند چنین مسابقه فوتبال را بین کارمندان کسب و کار گوناگون تشکیل و راه اندازی نمود.